چرا سوال میکنی چی چیزا مصرف کنیم؟ آن چیزی که از تو زاید است، تو برش ضرورت نداره، از نیازی تو زاید است، امور مصرف کرده برو. عبیدالله سیندی رحمه الله یکی از جمله علمایی که در پاکستان در صدد انقلاب بود، علیه انگلیس ها تحریک میکرد، مردم در جهاد دعوت میداد. او به این خاطر که این موضوع را تا یک جایی را پشتیبانی پیدا بکنه، در حکومت افغانستان هم آمد، از حکومت افغانستان مطالبه کمک ها کرده. بسیار مردم در جنگ به خاطر کشیدن انگلیس ها سرزمین هندوستان و پاکستان، بسیار مردم در افغانستان سرازیر شده، از این دولت کمک خواسته، حتی با روسیه ارتباط گرفته. عبیدالله سیندی یک عالمی است که با لنین ملاقات کرد، رفت به می خاطر. اما قتل لنین با وصفی که یک آدمی که نعوذ بالله دنیا را به خون کشاند، اما قوی فکری قوی داشت و بسیار کتابان نوشته کرد و میخواست از این راه مردم نعوذ بالله به یک راه دیگه بکشانه، خود یک مؤسس انقلاب بزرگ معرفی بکنه، رهبری قوی بشریت معرفی بکنه. از او خاطر او مطالعه زیاد میکرد، حتی مطالعه اسلام هم میکرد. سری عبیدالله سیندی انتقاد کرد که اسلام خوب نظام است، خوب دین است، اما موضوع اقتصادی نداره، هیچ موضوع اقتصادی در اونجا ذکر نشده و همچنان غمی مردم نخورده. عبیدالله سیندی هم یک آیت برش گفت و یسألونک ماذا ینفقون، از تو سوال داره پیغمبر علیه السلام چی چیزا مصرف کنن، چی چیز لیاقت ازیر داره که باید به هر کس داده شود. الله گفت قل العفو، آن چیزی که زاید از ضرورت است. گفت لنین گریان کرد که کاش ما از اول دین اسلام معلومات قوی می داشتم، این نظریه پوچی خودم ما به مردم پیش نمی کردم. یقینا که اسلام اموتور نظام است. وقتی اینطور گفته، این موضوعی بود که ما در سر زبان خود گرفته بودم، انقلاب توسط اینمی شعار خود پیش بردم، به خاطری که می گفتم آن چیزی که زاید از ضرورت است باید به برادر دیگه داده شود. مردم سر نمازی مرا دوست می داشتن و قطمه همراه می شدن و این موضوع است که 1400 سال پیش قرآن ای را بیان کرده. پس ما ابتکار جدید نکردیم، بلکه ما اینطور فکر میکردم که سخنی است که فقط ما میگم در جهان، کسی دیگری هم قائل به این نیست و با می سخن مردم دعوت میدم. ولی 1400 سال پیش کتاب الله ای را بیان کرده. از او خاطر گفت گریان کرد که کاش که ما از اول خبر می بودم و آلی برآمده نمیتونم، چرا مردم مرا فرا گرفته، این نظریه شده، مردم ایره پذیرفته، آلی چون او عقیده دیگه خو نداشت، آخرت توی گپا را عقیده نداشت. یقینا اسلام همین گپا بر ما میگه، بس از کفایت میکنه. هر انسان اگر چیزی زاید ضرورت خود داره و یک مسلمان دیگه که به همین ضرورت داره بده، دیگه چی نظام باقی ماند، چی مشکل باقی ماند؟ باز خود دیگه کلگی علی السویه زندگی میکنه. ما زاید ضرورت موبایل دارم، با کسی که موبایل نداره، هر دو برابر شدیم، و موبایل دار شد، من موبایل دار شدم. او ولی زاید ضرورت یک چیزی دیگه داره، او برای ما میده. ما برق ندارم و برق داره، برق برای ما داد. ولی کل کار معلوم میشه که زندگی دنیا یک دم هماهنگی چیست متقابل است، که هر کس آن چیزی که در دسترس قرار داره در دسترس دیگران قرار بده. نجاری خدا، گرانگری خدا، علم خدا، دریوری خدا. هر کس الله که کدام استعداد برش داد، از استعداد خود چیزی را ساخته میتونه او را پیش کنه در میدان، در دسترس دیگه قرار بده. اینی را مردم میگه زاید از ضرورت. خلاص زاید از ضرورت خرج کرده بری. كذلك يبين الله لكم الآيات. اینمی قسم که الله برای خود احکام واضح بیان میکنه، اینمی قسم الله براتون بیان میکنه احکام دیگه خودم. چرا؟ لعلكم تتفکرون، به خاطری که شما صاحبان فکر جور شوه، بیاندیشه، همونطور سطحی هر کار انجام ندیم. از او خاطر میگه فی الدنیا و الاخره، تفکر در دنیا و آخرت بکنه.